عزیزبек Fatoyevich Sharipov، رئیس سابق نویه لنین، وکیل سابق پارلمان تاجیکستان و رهبر سابق اتحادیه خواجگی دهقانی تاجیکستان روز دوم ایون در نویه رودکی به خاک سپرده شد. عزیزبek شریپوف در سن 71 از عالم چشم پوشید. عزیزبek شریپوف سال 1950 در دهه محمورات نویه لنین به دنیا آمده. سابقه کاریش را سال 1966 به حیث حسابچی در کلخوز راحتی شروع کرده است. او سال 1977-1981 معاون رئیس کمیته اجرایی نویه لنین و سال 1983 تا 1985 معاون رئیس تاجیک مطلوبات بود. او از سال 1985 تا 1988 رئیس کمیته اجرایی نویه لنین و سال 1988 کاتب یکم حزب کمونیستی این نویه و از سال 1991 همزمان رئیس نویه لنین بود. عزیزبek شریپوف سال 1990 وکیل شورای عالی تاجیکستان نیز انتخاب شد. او سال 1992 معاون وزیر کشاورزی تعیین شده. بعدا سالهای زیاد رهبری اتحادیه خواجگی دهقانی جمهوری را بر دوش داشت.